توجیکان در آینه تاریخ. صحیفه توجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش‌ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. سبق‌های تاریخ و آزمایش‌های مکتب استقلالیت. روند بیگانه‌پرستی تا جای رسیده است که بعضن عالمان و ادیبان شناخته و با فرهنگ ما از سر منبرهای بلند علمی، جلسه و کنفرانس‌های بین‌المللی و گزارش و رساله‌های بخشیده به 1100 سالگی دولتداری سامانیان دستاوردهای فرهنگی و عنصرهای تمدن این دوره را که بواسطه یک دوره تلاش‌های خودشناسی و خودسازی‌های ملت تاجیک و دولت و دولتداری تاجیکان است، چون دستاورد مشترک ملت تاجیک و خلقیت‌های همزبان و همجوار ما قلمداد می‌کنند. این گونه رساله و تحقیقات چون فرضیه ناسالم علمی اگر از یک طرف جوانان امروزه و نسل‌های آینده را به اشتباه اندازد، از طرف دیگر آسیاب عقیده‌های غرضناک و یک طرفه بدخواهان و دشمنان ملت ما را به گردش می‌آورد. ما البته تاریخ بای، دستاوردهای بزرگ فرهنگی و تمدن قدیمه برادران همزبان و همجوار را احترام می‌کنیم و عزیز و معتبر می‌دانیم، ولی این معنای آن را ندارد که تمدن دیرینه، تاریخی دولت و دولتداری و دستاوردهای فرهنگی ملت خود را انکار نماییم. تاریخ و فرهنگ همجوار، تمدن مشترک و جغرافیای سیاسی قرن‌های گذشته نباید شرح و تفسیر یک طرفه یافته بر روند حیات امروزه، تشکل استقلالیت و دولتداری نوین تأثیر ناروا رساند. ولی متاسفانه بعد پاش خوردن اتحاد شوروی و پدید آمدن دولت‌های صاحب استقلال ملی در کشورهای نزد بالتیک، قفقاز و آسیای میانه بعضاً حقیقت تاریخی تفسیر ناسالم یافته کار تا تاریخ آرایی، تاریخ سازی و حتی تاریخ دزدی میرسد. هرگاه سخن از باب میراث تاریخی، دستاوردهای علمی و فرهنگی، اصل و نسب فرزندان برومند ملت تاجیک و حتی پیدایش و تشکل زبان تاجیکی می رود، غالباً انصاف و عدالت تاریخی رعایت نمی گردد. به قول محقق معروف تاجیک اکبر ترسونزاد، حقیقت شناسی تاریخی به یک بازار بین المللی تبدیل یافته است که نه فقط فروشنده و خرنده بلکه دلال هم دارد. ما که دلال بین الخلقی نداریم، مال تاریخیمان اکثر وقت به غارت می رود. مسئله نسبیت میراث تاریخی ما بخشی از مسئله های کلی تر علمی است. در عرفه جشن 1100 سالگی دولت سامانیان این مسئله رنگ و روند خاص علمی پیدا می کند، زیرا سخن فقط از تعیین و تأیید حد تاریخی خلقهای جداگانه خصوصاً تاجیکان به میراث مشترک مادی و معنوی مردم آریایی نژاد نمی رود. مسئله بعد کلی هم دارد. گذشته از این، روشنفکران کشورهای همسایه و همزبان علل خصوص برادران ترک زبان ما از فیض و برکت استقلالیت و خودشناسی ملی رو بلند گشته به تاریخ و تمدن گذشته خلقشان بیشتر روی می‌آورند. این اقدام در اصل باعث افتخار و سرفرازی است، ولی از آن میتوان تأسف خورد که در نگارش تاریخ بعضاً زیاده روی و گذشتن از حد انصاف به نظر میرسد. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ ادامه دارد.